سلام به همگی و خیلی خوش اومدید. امروز قراره قدم به قدم با هم یاد بگیریم که چطور با استفاده از KeePass XC یه گاف صندوق پسورد فوق‌العاده امن و کاملا آفلاین برای خودمون درست کنیم. با این روش کنترل تمام اطلاعاتتون 100% دست خودتونه. خب بیاید شروع کنیم. خب بذارید همین اول کار با یه سوال شروع کنیم. چقدر به روشی که الان پسوردهاتون رو مدیریت می‌کنید اطمینان دارید؟ آیا اونها رو توی فایل ساده روی دسکتاپ نگه می‌دارید یا از یه سرویس آنلاین استفاده می‌کنید؟ این سوالیه که امنیت کل زندگی دیجیتال شما به جوابش بستگی داره. ببینید فرق اصلی بین این دوتا روش خیلی ساده است و اونم اینه که اطلاعات شما کجا ذخیره میشه. مدیرای آنلاین اطلاعات شما رو روی سرورهای شرکت نگه می‌دارن، ولی یه مدیر آفلاین مثل KeePass XC همه اطلاعات شما رو توی یه فایل رمزنگاری شده مستقیم روی کامپیوتر خودتون نگه می‌داره. این یعنی هیچ کس، هیچ شرکتی به گاو صندوق دیجیتال شما دسترسی نداره. و دقیقاً همینجاست که اهمیت این موضوع معلوم میشه. وقتی اطلاعات حساس میلیون‌ها کاربر توی یه جای آنلاین جمع میشه، اونجا تبدیل میشه به یه هدف خیلی بزرگ و وسوسه‌انگیز برای هکرها. اتفاقی که برای لسپس افتاد، یه زنگ خطر خیلی جدی بود که به همه ما نشون داد چرا یه راهکار آفلاین میتونه انتخاب خیلی امن‌تری باشه. خیلی خب، حالا که فهمیدیم چرا یه راهکار آفلاین انقدر مهمه، وقتشه بدیم سراغ قسمت عملی ماجرا و گاو صندوق دیجیتال خودمون رو بسازیم. بهتون قول میدم این فرایند خیلی ساده‌تر از چیزیه که فکرش رو میکنید. قدم‌های اول واقعاً مثل آب خوردنه. بعد از اینکه برنامه رو باز کردید، روی گزینه ایجاد یک پایگاه داده جدید کلیک میکنید. بعدش یه اسم خوب براش انتخاب کنید. مثلا گاو صندوق اصلی من. این کار بعداً بهتون کمک میکنه اگه چند تا پایگاه داده مختلف داشتید راحت تشخیصشون بدید. بعد از اینکه اسم رو انتخاب کردید میرسیم به صفحه تنظیمات رمزنگاری. اینجا دقیقاً جاییه که سطح امنیت گاو صندوق شما تعیین میشه. میدونم شاید اولش یکم پیچیده به نظر بیاد، ولی اصلاً نگران نباشید. الان با هم ساده‌اش میکنیم. یکی از گزینه‌های جالب اینجا زمان رمزگشایی هست. به زبان خیلی ساده، این گزینه کار رو برای هکری که بخواد با امتحان کردن میلیون‌ها پسورد قفل شما رو بشکنه سخت‌تر میکنه. یعنی چی؟ یعنی هرچی این زمان رو بالاتر ببرید، اون فرایند حدس زدن کنتر و کنتر میشه و عملاً حمله رو غیر ممکن میکنه. این یه لایه دفاعی عالی در برابر حملاتیه که بهشون میگن بروت فورس. و یه نکته خیلی مهم، شما اصلا لازم نیست متخصص رمزنگاری باشید. تنظیمات پیش‌فرض خود برنامه مثل فرمت KDBX4 در حال حاضر فوق‌العاده امنه. پس اگه شک دارید چی رو انتخاب کنید، راحت به همون پیش‌فرضا اعتماد کنید و خیالتون از بابت امنیت کاملا راحت باشه. بسیار خوب، رسیدیم به مهمترین، حیاتی‌ترین و حساس‌ترین قسمت تنظیمات. انتخاب کلیدهایی که قرار قفل گاو صندوق شما باشن و ازش محافظت کنن. اینجوری بهش فکر کنید انگار یه قفل خیلی خفن دارید که میشه تا 3 لایه امنیتی مختلف براش تعریف کرد. شما میتونید فقط از یکی یا 2 تا یا هر 3 تای این لایه‌ها با هم استفاده کنید تا امنیت رو به حداکثر برسونید. خب این 3 تا لایه چی هستن؟ اولی یه رمز عبور اصلی یا همون مستر پسورده که شما باید به خاطر بسپاریدش. دومی یه فایل کلید هست که یه فایل فیزیکی روی کامپیوتر یا فلش مموری شماست. و سومی که دیگه برای امنیت خیلی خیلی بالا استفاده میشه، کلیدهای سخت افزاری مثل یوبیکی هستن. ما توی این آموزش روی ترکیب 2 گزینه اول یعنی رمز عبور و فایل کلید تمرکز میکنیم که فوق‌العاده امنه. خب بیایم بچسبیم به همون رمز عبور اصلی. به جای اینکه خودتون بشینید فکر کنید که چی بذارید که هم پیچیده باشه هم یادتون نره، خود KeePass XC یه ابزار تولید کننده پسورد فوق‌العاده قوی داره که یه رمز واقعا نشکن و غیر قابل حدس براتون میسازه. این ابزار 2 تا انتخاب اصلی بهتون میده. یکی رمز عبور هست که یه رشته درهم و برهم از حروف و عدد و نماده که حفظ کردنش سخته. اون یکی عبارت عبور هست که از چند تا کلمه تصادفی تشکیل شده. این یکی خیلی راحت تر تو ذهن میمونه، در حالی که دقیقاً به همون اندازه امنه. کار کردن باهاش هم واقعاً ساده است. فقط کافیه روی اون آیکون تاس کلیک کنید، انتخاب کنید که رمز عبور میخواید یا عبارت عبور، طولش رو مشخص کنید و دکمه اعمال رو بزنید. تمام. به همین راحتی شما یک کلید اصلی فوق‌العاده قوی دارید.
عالی شد. ما تنظیمات رمزنگاری رو انجام دادیم، یه پسورد خفن هم ساختیم. حالا وقتشه که همه اینا رو سرهم کنیم و کار ساخت پایگاه داده رو تموم کنیم. دیگه چیزی نمونده. خب فرایند نهایی این شکلیه. اول از همه یه فایل کلید جدید بسازید و حتما اون رو یه جای امن، مثلا روی یه فلش مموری ذخیره کنید. بعدش اون رمز عبور قوی که ساختید رو وارد کنید و در نهایت دکمه انجام شد رو بزنید و خود فایل پایگاه داده رو روی کامپیوترتون سیو کنید. و این نکته رو باید با طلا نوشت. ببینید، برای باز کردن این گاف صندوق شما به هر دوتاش احتیاج دارید. هم پسوردی که تو ذهنتونه، همون فایل کلید. اگه فقط یکیشون رو گم کنید، برای همیشه با اطلاعاتتون باید خداحافظی کنید. پس خواهشاً حتما از اون فایل کلید یه بکاپ، یه جای امن و جدا از کامپیوترتون بگیرید، مثلا روی یه فلش مموری که میذاریدش توی کشو. تبریک میگم، شما با موفقیت اولین گاف صندوق دیجیتال امن و آفلاین خودتون رو ساختید. حالا دیگه کنترل کامل امنیت دست خودتونه. سوال من اینه، اولین رمز عبور مهمی که قراره توی این گاف صندوق امن نگه دارید چیه؟